صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. در فاصله طولانی راه بزرگ ابریشم شهرها قامت می‌افراخت. برابر کاروانسرای و تیم و طاق‌های تاجران و بازار و رسته‌های سوداگران باز دیگر نیایشخانه‌ها بنیاد گردیده تأثیر متقابل این آیین‌ها به یکدیگر می‌افزود. شاهراه ابریشم سرکردگان آیین‌های گوناگون را با هم نزدیک می‌ساخت. هرمزد و اناهیتا، زئوس و آپولون با معبد و مجسمه‌های محتشم خویش در کنار همدیگر مقام داشتند و در باختر و سوق نیز برابر آتشکده‌های زردشتی معبدهای دیگر آیین‌ها نیز عمل می‌کردند. اگر زردشتیان هرمز را پرستش نمایند، یونانیان زئوس را ستایش می‌کردند. صنعت مجسمه سازی و تصویری یونانیان که در عهد الینیسم به اوج انکشاف رسیده بود، بر رشته‌های مختلف صنعت باختریان تأثیر خود را رساند. در صنعت هیکل‌تراشی و معماری عهد دولت یونانی اساسی باختر، مجسمه‌های باختری، پایستون و سرستون‌های با اسلوب یونانی آرا یافته نفوذ پیدا می‌کند. خرابه‌های آیخانم، حفریات بلخ، ترمیز، سرخکوتل و علل خصوص بازیافت‌های وحش در تخت سنگین که با نام خزینه آمو مشهور است، دلیل بی‌واسطه تأثیر متقابل صنعت آریایی و الینی شده می‌توانند. همچنین در بازیافت‌های دیمنه‌های کهنه قلعه، کیقوبادشاه و قلعه میر در ناحیه قبادیان عنصرهای معماری الینی وامیخورند. جالب دقت است که در روبروی آیخانم در این ساحل 5 در حدود ناحیه فرخار باستانشناسان آثار مهم دوره آخر عهد یونان و باختر ساکسون آخور را کشف نموده تدقیق کردند. ساکسون آخور از مرکز حاضره ناحیه فرخار 7 کیلومتر شمالتر واقع است. وسعت عمومی دیمنه 5 گکتار را تشکیل می‌دهد. در رفت حفریات در اینجا محله کاسبان، خمدان‌های کلالی و اینچنین انشاءات یافت شد که قصر و معبد را در بر گرفته است. دیوار بناها نهایت غفص است. خانه‌های درازرویه با بام‌های چارکنجه یا راستکنجه ستوندار پوشیده شدند. آستانه بسیار خانه‌های با حشمت از تخت سنگ‌های چهارتراش ساخته شده است. ایوان با چندین ستون‌های سنگی مزین بوده است که پایه‌های پرنقش و نگار و مرکب ساخت آنها در روی ته‌کرسی‌های دو قبطه سنگین می‌ایستادند. خصوصاً باشه‌های ستون‌ها که با اصول کارینفی ساخته شده بودند نمود غرایب داشتند. از افتکار تالار دو ستونه پس ایوان و بنای شفت آن که محراب آتش آنجا می‌ایستاده است مرکز نیایش بوده. آن 8 بنای دیگر که به 3 گروه تقسیم شدند تالار قبر و نیایشگاه قصر بوده است. همین طریق در چهارسوی راه بزرگ ابریشم نظام‌های دولتداری و غایه‌های سیاسی، افکار آیین و اعتقادهای گوناگون، رویه‌های فلسفی و تفکر علمی، دستاوردهای فرهنگی و شیوه‌های مختلف صنعت با هم برمی‌خوردند و از برد و باخت یکدیگر بهره می‌برداشتند. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.